سلام دوستان. در این دوره آموزشی که نرم افزار ویزیا و فرآیندها نام داره که توسط شرکت دیاکو دانش افزار تهیه شده، میخوایم با مدل های فرآیندی و نرم افزار ویزیو آشنا بشیم. در این دوره آموزشی ما با مدل فرآیندی APQC که برای طبقه بندی فرآیندها استفاده میشه و همچنین BPMN که برای مدل سازی فرآیندها از اون استفاده میشه و نرم افزار ویزیو که از این مفاهیم، یعنی از مفاهیم APQC و BPMN استفاده میکنه تا مدل سازی رو انجام بدیم آشنا میشیم. خب تو این دوره آموزشی ابتدا ما یه مقدمه رو بر مدل طبقه بندی فرآیندهای APQC خواهیم داشت که به صورت رایگان میتونید شما اون رو مشاهده کنیم. سپس طبقه اصلی این مدل رو ما توسط نرم افزار ویزیو میکشیم و طراحی میکنیم و از طریق طراحی اون با نرم افزار ویزیو آشنایی مقبول رو پیدا میکنیم و ابزارهای پایه‌ای اون رو خواهیم شناخت. سپس بقیه ابزارهای اون رو، یعنی استفاده از صفحات پس زمینه و هایپرلینک کردن، قرار دادن نمودارها رو خواهیم داشتش که ما مدل APQC رو بست میدیم و از نرم افزار ویزیو هم در این حال استفاده میکنیم و در این حین هم با مدل APQC بیشتر آشنا میشیم و هم نرم افزار ویزیو رو تا جایی که ابزارهای پایه‌ای کامل گفته شده باشه تعریف میکنیم. بعد از اون میریم سراغ استاندارد BPMN که بیزنس پروسس مدلینگ اند نوتیشن هستش که برای مدل سازی فرآیندها از اون استفاده میشه. ابتدا مقدمه رو بر BPMN میگیم و با این استاندارد آشنا میشیم. سپس دو نمودار رو از طریق استاندارد BPMN ترسیم میکنیم که وابستگی داره با مدل فرآیندی APQC. سپس از این نمودار ترسیم شده گزارش گیری میکنیم. تو قسمت ترسیم البته پروسمون رو ولیدیشن هم میکنیم، یعنی اعتبار سنجی فرآیندها رو هم از اونجا یاد خواهیم گرفتش. بعد گزارش گیری میکنیم، یعنی ما تو نرم افزار ویزیو که مدل فرآیندیمون رو ترسیم کردیم از اون گزارش میگیریم، به پایگاه داده اون متصل میکنیم و یه نمای گرافیکی از داده هایی که توی این نمودار فرآیندی قرار داره تو ویزیو ایجاد میکنیم. در نهایت سعی میکنیم که طریقه ایجاد تمپلیت ها، یعنی فایل های تمپلیت تو نرم افزار ویزیو رو بگیم که ما برای سازمانمون لازم داریم یه پکیج استاندارد داشته باشیم که فرآیندهامون رو تو اون ترسیم کنیم. نحوه ایجاد اون تمپلیت رو تو قسمت آخر از طریق تم ها، استنس ها و ذخیره سازی فایل ها رو خواهیم گفتش. یعنی هم میگیم که چجوری یه تمپلیت رو سیو کنیم، چجوری بتونیم توی وب اونا رو نشون بدیم توی اکسپلورر و بقیه موارد، مثلا سیو از PDF و غیره رو، یعنی تمام امکاناتی که به صورت ذخیره سازی در فایل ویزیو در نرم افزار ویزیو قرار داده شده رو در آخر خواهیم داشت. واسه اینکه بتونید این پکیج آموزشی رو تهیه کنید لطفاً به وبسایت ما با آدرس diaco.com یا www.diaco.com مراجعه کنید. در این قسمت شما میتونید به دوره‌های مجازی مختلفی که وجود داره برین که دوره مجازی نرم افزار ویزیو و فرآیندها در اونجا هست. همچنین میتونین تو قسمت آموزشی و پژوهشی محصولات آموزشی برین و پکیج دوره مجازی نرم افزار ویزیو و فرآیندها رو از اونجا انتخاب کنین. تو این قسمت که میرین با تشریح کامل این پکیج آموزشی آشنا میشین و میتونین فایل‌های مختلف رو از اینجا دانلود کنید یا برای اینکه به صورت بیشتر با هر کدوم از موارد آشنا بشین یا جداگونه اونا رو تهیه کنین. علاوه بر این وب پیج میتونید به پیج اصلی هر کدوم از محصولات مراجعه کنین. ممنونم از توجه شما. امیدوارم که این دوره آموزشی رو انتخاب کنین و ازش استفاده کامل رو بکنین. متشکرم.